سال 3 یه سوال واقعا میشه گفت جوندار از الکتروشیمی. میشه ترکیب دوتا از ایده هاییه که توی چند سال اخیر خیلی تو آزمونا و کتاب تستام اومده. میگه که تغییر جرم آنود در سلول گالوانی استاندارد منیزیم نقره. خب کی اینجا آنود؟ منیزیم. نصف تغییر جرم کاتود در سلول گالوانی استاندارد منگنز و کروم باشد. خب واسه اینکه منگنز و کروم چک کنیم، خب منم حفظ نیستم مثلا ایرادی نداره، چک کنید بچه‌ها. اینجا یه دونه منگنز دارین 1-18، کروم دارین -74. کی ای صفر بزرگتری داره؟ کروم. پس اون میشه کاتود. خب باشد. و 3-24 گرم به جرم کاتود در سلول منیزیم نقره، اینجا منظورش نقره، اضافه شود به تقریب چند الکترون در سلول منگنز کروم مبادله شده است. نه سوال واقعا سوال خوبیه. نیاز واکنش رو واسهتون بنویسم اینجا تا یه دور حلاجی کنیم کلا تستا. ببین یه منیزیم دارم من با یه دونه نقره. اول حالا فارغ از بار میکشم اینا رو که بدونیم چه واکنشی داره منیزیم و نقره. آجی من یه چیز مثبت بوده، بعد کاهش پیدا کرده. از اون طرف منیزیم من یه چیز خنثی بوده، بعد شده دوباره مثبت. میدونین باید بار دو طرف با هم برابر باشه. پس این دو میذارم پشتش تا مثبت ها اوکیشن. اگه این 2 باشه اینم 2، بقیه چیزا اوکیه. خب گفته تغییر جرم چی؟ اینجا گفته بود تغییر 3-24 گرم به جرم کاتود در سلول منیزیم نقره، یعنی به نقره 3-24 گرم اضافه شه. خب 3-24 گرم جرمولی نقره هم چند داده؟ 108. بخوایم بگیم بذار همینجا تبدیل کن. 3-24 تقسیم بر 108 کنین خیلی راحت میشه گفت که 300 تا میشه 300 تا، 3 تا میشه 24 تا. این عملا چقدر بچه‌ها؟ 3 مول نقره است. یالا کسر پیش ساخته نخواستم بنویسم. پس این اگه 3 مول باشه، این 3 مول بوده، اینم 3 مول. این همون رسوبی که نشسته به تیغه کاتودمون. حالا این اگه 3 باشه، این چقدر قراره کاهش جرم رو تجربه کنه؟ نصفش، یعنی 15,000. خب همه دارم بس مول. حالا گفته ببین تغییر جرم آنود این 15,000 موله نصف تغییر جرم کاتود تو اون یکی سلول است. اون یکی سلول هم بیا اینجا بکشم واسهتون، سلول منگنز و مثلا با یه رنگ دیگه بکشم چون همه بنفش شد، نارنجی بکشم. منگنز و کروم. گفتیم کدوم کاتود؟ کروم اینجا مثلا 3 بار مثبته تبدیل به خنثی میشه، اینجا جامد میشه. منگنز خنثی تبدیل به 2 بار مثبت میشه. بازم میگیم باید دو طرف بارهای برابر باشن. یه 2 میذارم اینجا، یه 3 میذارم اینجا، این میشه 3، اینم میشه 2. خب تغییر جرم منیزیم رو بیایم حساب کنیم. اینجا 15,000 اگه ضرب در 24 کنم، این میشه تغییر جرم این. حالا اگه میخوای تغییر جرم کروم حساب کنیم، باید یه ضرب در 2 هم بکنیم چون گفته بود نصفشه. پس 2 ضرب در 15,000 دوباره میشه همون 300 اولمون. حالا 300 رو ضرب 24 کنیم، کلا میشه 72 گرم تغییر جرم. این 72 گرم تغییر جرم واسه کیه؟ واسه این دوست خوبمون کرومه. حالا از اینای کروم هم بهمون داده 52. خب برای اینکه حساب این هم 72 گرم واسه کروم به دست اومد، حالا میخوایم حساب کنیم که چند الکترون گفته، یعنی مول هم نخواست، با عدد آووگادرو حساب کنیم. الکترون اینجا معادله شده. من میتونم که نیم واکنش‌ها بنویسم. حالا یه معلم کنکورا میام از روش چیز میگن ضریب ضرب در تغییر عدد اکسایدش. هر کدوم درسته، زیاد چیز عجیبی نیست. منم این نیم واکنش مثلا کرومو مینویسم واسه خودم، میگم که
ببین 2 تا کروم 3 بار مثبت داشتم که 6 تا الکترون منفی رو گرفتن تبدیل به 2 تا کروم خنثی شدن. خب پس اگه من 2 مول کروم داشته باشم 6 مول الکترون مبادله میشه. میام چی میگم؟ میگم اوکی 0.72 گرم دارم تقسیم بر جمعولی چنده بچه‌ها؟ 52. 52 رو می‌نویسم ضرب در 2 ضریبش رو میذارم میگم این 6 تا الکترونه و حالا ضرب در Na که میشه عدد آووگادرو. اینجا یه علامت سوال واسه من میمونه، یه ایکسی واسه من میمونه. به تقریبم خواسته اگه اشتباه نکنم. آره میتونیم حالا یه خورده ساده کنیم، چیز عجیبی هم نیست. خب برای این ساده کاری هم کاری که میام میکنم اینو با این ساده میکنم میشه 3. اینا هر دو به 2 بخش پذیرن، این میشه 26 به 4 هم بخش پذیرن اصلا. بذار یک سره به 4 تقسیم کنم چه کاری. 52 به 4 میشه 13. رنگا قاطی شد. 52 به 4 میشه 13 و 72 به 4 هم میشه چقدر؟ 18 صدم. یعنی چیزی که واسه من موند 18 صدمه ضرب در 3 تقسیم بر 13 ضرب در عدد آووگادرو که این بار بذار بنویسم 6 ماه 0 تا ضرب در تا 23. 3 18 تا بچه‌ها میشه 54 تا، یعنی 54 صدم. که شما اگه 54 صدم رو بذار اینجا رو من میگم این کلا شد 54 صدم، بخوایم به 13 تقسیم کنین 4 13 تا میشه 52 تا. خب یعنی مثلا اینجا بگم کل این مجموعه 54 صدم تقسیم بر 13 یه عددی هول هوش مثلا 400 میشه. خب یه عدد حدودی یه خورده بیشتر 400 مثلا 42 صدم فکر کن. همینجوری دارم چشمی میگم ماشین حساب که نه. پس 54 تقسیم بر 13 مثلا بگی 42 صدم همینجوری حدودی. حالا این 42 صدم رو بخوایم ضرب در 6 ماه 0 تا ضرب در 23 کنیم چیکار میکنیم؟ من خیلی ساده میگم 4 6 تا چقدر میشه؟ 24 تا. این یک گزینه نزدیک 24 باید داشته باشم. همینجا میفهمم کدومه 25. ولی آقا یکی میگه من بدبین‌تر از این حرفام میخوام دقیق حساب کنم. میگم باشه میخوای دقیق حساب کنی اول صفرها رو باهاش ساده کن. این مثلا 3 تا صفرشو 3 تا صفر اینجا رو با این بزن، چیزی که به دست میاد بذار این بالا واسط بنویسم یه جای خوده با فلش نازکتر. میام میگم 42 ضرب داره 6 ساده هم بخوایم بگیریم ضرب داره 10 به توان 20. خب 6 40 تا 240 تا 6 دوتا هم 252 تا تقریبا میشه. حالا من میگم 25 است 250 خودم راحت میکنم. 250 ضرب در توان 20 و اگه بخوایم مثل اینا به صورت حالا نماد علمی بنویسیم 2 تا صفرش میره اونور میشه 2.5 ضرب در 10 به توان 22. حالا این واسه کسی خیلی میخواد دقیق حساب کنه. علاوه مفهومیش گفت تست سختی بود، محاسباتش هم حالا با تقریب اونها میشد کارو در آورد، ولی واقعا تست نیست که من حتی بخوام دور اول که هیچی ولی دور دوم شک دارم یه دانش آموز بود بره سراغش، به خاطر اینکه بیشتر از 2 دقیقه به نظرم وقت آدم میگیره، یعنی حتی مسلط ترین دانش آموز هم باشی.